3 چیز را با احتیاط بردار: قدم، قلم، قسم. 3 چیز را پاک نگه دار: جسم، لباس، خیال. از 3 چیز دیگر کار بگیر: عقل، همت و صبر. از 3 چیز خود را دور نگه دار: افسوس، فریاد، نفرین. 3 چیز را آلوده مکن: قلب، زبان، چشم. ولی 3 چیز را هرگز فراموش مکن: خدا، مرگ و دوست.